خرد برترین دارایی است. فرد خردمند بین افراد بر اساس تقوا، خرد و آگاهی و وجدانی رفتار کردن او اهمیت میدن، نه به جایگاه اجتماعی و ظواهر او. یک فرد خردمند هر روز سؤال دارد، به دنبال پاسخ برای سؤالهای مهم فلسفی است. هر کس چرایی داشته باشد به چگونگی خواهد رسید. تعصب ندارد یک فرد